орзуи Муртазо Абдуллоев сокини ноҳияи Рашт амалӣ гашт. Номбурдо охирон маротиба аз нуқтаи фаъоли ширкати Лотоспорт чипта харидорӣ намуд ва 150 000 сомонӣ насибаш гардид. Хабарнигорони мо гузориш медиҳанд. این نوبت شاهجایزه جمعیتی دارای مسئولیت محدودی لوتوسپورت 150 000 سامانی نصیب ساکن ناحیه رشت مرتضی عبداللهیف گردید. نامبرده از سال 2016 هم سر کرده تا این جانب چیپتای شرکت لوتوسپورت را خریداری میکرد و او باوری داشت که روز صاحب شاهجایزه میگردد. من ساکن ناحیه رشت مرتضی عبداللهیف مدت 3 سال است که همین شاهجایزه رو بازی میکنم و امروز شاهجایزه نصیب من گردید و خیلی خوشبختم و همه ساکنان جمهوری رو برباری ها تمنا دارم. مرتضی اقدام پیش گرفته است که مبلغ برنموده خود را برای تعمیر خانه صرف نماید. جمعیت دارای مسئولیت محدود لوتوسپورت طول 14 سال است که در تاجیکستان فعالیت دارد. عین حال نقطه‌های فروش چیپتای شرکت لوتوسپورت در تمام شهر و ناحیه‌های مملکت فعال هستند و شهروندان امکان دارند که در دلخواه نقطه بخت خود را سنجند و صاحب شاهجایزه نوبتی گردند. مراتبه چلوم است که شاهجایزه با مبلغ 150 000 سومانی را با غالب اشتراکچی بازی لاتاریه تقدیم نمودیم. شرکت ما در حدود شهر و ناحیه‌های جمهوریمون چیپتای لاتاری و پولی و مولی با فروش برآورده است که اشتراکچیان هنگام خریداری نمودن چیپتاها می توانند автомобили Land Cruiser Prado соли бароришаш 2018 و 1 میلیون سومانی برد نمایند. جمعیت دارای مسئولیت محدود لوتوسپورت در سالهای منبعد فروش چیپته‌ها را برای برد شاهجایزه نوبتی اتومبیل سبکروی لند کروزر و 1 میلیون سومانی به شهروندان پیشنهاد نموده است. هر نفر با باوری میتواند از تمام نقطه‌های شهر و ناحیه‌ها خریداری نمایند و شاید مثل مرتضی صاحب شاهجایزه گردند. مراسمی با تنتنه سپاریدن شاهجایزه شرکت لوتوسپورت در فیلارمونیای دولتی به نام اکاشریف جوریف با برگزار نمودن برنامه رنگین فرهنگی جنبست گردید.